سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ورکتریک. ما میخواهیم برای شما ویدیوهای آموزشی اپلود کنیم تا بتوانید شما از آن استفاده کنید و کانال ما را سابسکرایب، ویدیو ما را لایک و نظرات خود در کامنت نوشته کنید. برای ویدیوهای بعدی کانال ما را سابسکرایب، زنگوله را فشار بدهید تا بتوانید ویدیوهای ما که ما نو اپلود میکنیم برای شما اولتر از همه بیننده باشید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان عزیز، میریم سراغ آموزش. میبینیم که یک بوتل کوک است. سعی میکنیم که پایینش خورد کنم. میبینیم از این بیننده باشیم که چی جور میکنه و برای چی استفاده میشه. بیننده باشید دوستان. دوستان بله دوستان، با یک سرنج میتونه چیز جور کنه و برای چی استفاده میکنه. دوستان حالا میبینیم که چی جور میکنم. ویدیوهای ما را اگر لایک نکردین ویدیوهای ما را لایک کنید، نظریات خود در کامنت نوشته کنید تا بتوانیم ویدیوهای بهتر و عالی‌تر برای شما اپلود کنیم. سرش کنیم esto Kalashnikov جور کردیم. یک سلای بسا فروشم تر ویدیوی بعدی چی است بیننده باشد. بله دوستا، چوبک از کریم با یکی دیگه از شرش کرد. میبینیم چی میکنه. دوستان بازم یک چیز سالا و یک چرخت پنچه آورم. ببینیم که چی جور میکنم. دو را با هم سرش کرد و بعدا با یک تار و تیر کمان جور کرده. بله بسیار جالب. خب دوستان دیگه ویدیو رو میبینیم. سری بوتل است جلو کرد یا به حساب بس دلای ما شما سراخ کرد. سوزانهای پچکاری دارو बहुत
قدرات و خلاقیت ها می توانید شما بسیار چیزا را جور کنید و یا می توانید بسیار چیزا جور کنید. بسیار جالب چیز است. این همونطور می توانید هر چیز جور کنید. چقدر جالب سایت. بسیار جالب. از بهتر چه جور کنید. خب دوستان، برای ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید. اگر ویدیو خوشتان آمد ویدیوهای ما رو لایک کنید و تا ویدیوی بعدی. الله نگهدار. آمین.